بچه لطفا بعد یه فیدبک بهم بدید رو گوشی خودم که کیفیت صدا و تصویر چجوریه، مثلا صدا، چون با صدا گیر بودم. سلام به همگی. ببخشید که لایومون امروز با یه مقداری تأخیر شروع شد. سلام بچه ها، لطفا ابتدا به من اعلام بکنید که صدامو دارید واضح. سلام به همگی. اگه صدامو دارید بگید، من بعدش عذرخواهی بکنم از شما بابت اینکه لایومون با نیم ساعت تأخیر شروع شده امروز. قول میدیم که هفته‌های دیگه همیشه آن تایم بیایم داخل لایومون. آقای محمد رجبپور، سوالتون رو من یادداشت کردم که پاسخ بدم. یکی دو دقیقه دیگه صبر بکنیم دوستان همه بیان و استارت کار رو بزنیم. تا بچه ها بیان، بچه ها لطفا الان جوین بشید. سوالا رو کم کم میتونید بذارید، من بیام پایین ببینم سوالا رو جواب بدم. تا قبل از اون یه آپدیتی راجع به وضعیت سفارت ها به شما بدم. سفارت امریکا توی باکو تایم هاش تا می تقریبا همه پر شده. اگه میخواین اقدام کنین زودتر وقتاتون رو بگیرید برای باکو. دبی همچنان تا سپتامبر وقتاش بسته است و وقتی باز نمیکنه، حتی با بات بشه وقت گرفت. ارمنستان هفته پیش که با هم صحبت میکردیم جون وقت داشت، امروز جون ارمنستان هم حتی کامل پر شده و عرض کنم خدمتتون که برای جولای وقت داره. نکته خوبش ولی اینه که حداقل با بات میشه وقتای اپریل و می گرفت. بنابراین توصیه‌ام الان در این لحظه اینه که هر چه سریعتر اگر که قرار پذیرشی داشته باشید وقتای سفارتتون رو بگیرید. من دیگه بیشتر از این معطلتون نمی کنم. بریم برای سوال جواب. سوالاتتون رو لطفا برای من بفرستید. یه نفرمون اول سوال پرسیده بود راجع به سربازی وزارت دفاع. یه توضیح کلی بچه من راجع به سربازی بدم. ما خیلی خوبه که در درجه اول سربازی نرفته باشیم، یعنی بهترین حالت اینه که ما اگزمشن داشته باشیم، مدیکال اگزمشن، کارت معافیت داشته باشیم. در صورتی که سربازی رفتیم، اگر وزارت دفاع بوده باشیم یا هر ارگان دیگه‌ای بجز سپاه، سفارت مشکلی با ما نداره مگر در یک حالت. ما اگه سپاه رفته باشیم، سفارت دسترسی به اطلاعات ما نداره، میتونیم بگیم سربازیمون ارگان دیگه‌ای بوده. بنابراین از این بابت نگران نباشید. بچه‌هایی که خیلی خیلی باید حواسشون جمع باشه، اونایی که به جای 21 ماه خدمت کردن 10 ماه خدمت کردن، 12 ماه خدمت کردن، بچه‌هایی که پروژه جایگزین خدمت انجام دادن، با بنیاد نخبگان کار کردن، اونایی که امریه رفتن، برای اطلاعات بیشتر بیان حتما سوال بپرسن. کیس بای کیس باید بهشون بگیم باید چی کار بکنید بچه ها. ولی کلیت موضوع اینه که بهتر ما یه سربازی خیلی ساده انجام داده باشیم. خب من بیام از بالا سوالا رو ببینم. ارشد سلفان باشیم شانس ویزا شدن داریم؟ خانم آیدا موسازاده پرسیدن. به شرط اینکه مستر مجدد نباشه حتما شانس ویزا شدن دارید. خیلی مهمه که به کدوم سفارت برید، چه تایمی برید و برای مصاحبه حتما باید خیلی خوب آماده باشید. شانس ویزا شدن دارید. بچه پارسال برای بچه های آندرگراد که دیگه هممون میدونیم سلفان هم معمولا یه اسکالرشیپ میگیرن، و بچه های مستر ما تونستیم تعداد خوبی ویزا بگیریم به نسبت 2 سال پیش که سفارت یه مقدار سختگیری میکرد. توصیه‌ام بهتون اینه که با یه سناریوی کاملا آماده به سفارت بیایید. چه کسانی شامل بورسیه میشن؟ خانم روژین، دانشگاه، سوالتون کامل اینجا نیومده. بچه افرادی شامل بورسیه میشن که دانشگاه بهشون اسکالرشیپ داده، یا قراره داخل دانشگاه تدریسیار باشن یا به صورت ریسرچر اونجا کار بکنن.
معمولا شما باید یه تزی انجام بدید، دانشجو دکترا باشید که دانشگاه به شما بورسیه فول فاند بده. آقای سیروس پرسیدن سلام وقت بخیر، بازه زمانی اومدن جواب پذیرش‌های دکترا امریکا از طرف دانشگاه متفاوته با ارشد یا نه؟ بله، جواب ارشد معمولا زودتر میاد. دکترا معمولا دیگه تا آخر فوریه و مارس ما انتظار داریم که جواب همه اومده باشه بچه‌ها. یه سری دانشگاه‌ها وقتی که اون سری اول پذیرشاشون رو برای دکترا میدن معمولا یه ددلاین 15 اپریل میذارن، در صورتی که یه نفر چند تا پذیرش داشته باشه که خب اون دانشگاه رو یه دونه رو اکسپت بکنه، بقیه رو